دهه‌هاست دنیای پزشکی نگران اینه که باکتریا اونقدر قوی بشن که دیگه آنتیبیوتیکا روشون اثر نکنه. ولی هوش مصنوعی همین چند وقت پیش یه راه امیدوار کننده جلوی پامون گذاشت. یه مدل هوش مصنوعی به اسم ایوو مسیر طراحی یه ویروس کاملا جدید رو ممکن کرده. اونا یه مدل هوش مصنوعی رو با تریلیون ها دی ان ای آموزش دادن. بعد ازش خواستن یه ویروس جدید طراحی کنه که کارش فقط شکار باکتریاست. یعنی به بدن انسان کاری نداره. این هوش مصنوعی صدها هزار ویروس با ساختار کاملا جدید طراحی کرد. ویروسایی که طبیعت تا حالا به خودش ندیده بود. دانشمندا چند صد تا از این طرح‌ها رو انتخاب کردن، تو آزمایشگاه فیزیکی ساختنشون و رهاشون کردن روی باکتریا. نتیجهش این شد که 16 تا از این ویروس‌های ساخته شده با هوش مصنوعی زنده شدن. بعضیشون حتی از ویروس‌های طبیعی هم بهتر عمل کردن. یعنی سریعتر تکثیر شدن و سریعتر باکتریا رو از بین بردن. این ماجرا کل بازی مقاومت آنتیبیوتیکا رو عوض میکنه. قبلا وقتی باکتری جهش میزد و مقاوم میشد، ما برمیگشتیم سر خونه اول. ولی حالا هوش مصنوعی ثابت کرد که سرعت ما بالاخره از باکتریا بیشتر شده. ما میتونیم یه شکارچی جدید بسازیم قبل از اینکه باکتری اصلا وقت کنه تغییر شکل بده. ولی اینجا یه زنگ خطر خیلی مهم هست. وقتی هوش مصنوعی بتونه یه ویروس بسازه، این سوال پیش میاد که اگه دست یه آدم اشتباهی بیفته چی میشه؟ برای همین محققا خیلی احتیاط کردن. اونا اصلا ویروس‌های انسانی رو به این هوش مصنوعی یاد ندادن و آزمایش‌ها رو فقط روی باکتریای بی خطر توی محیط بسته انجام دادن. حالا به نظر شما بیشتر باید از این خوشحال بود که مشکل آنتیبیوتیکا راه حل امیدوار کننده‌ای پیدا کرده، یا نگران از این که ممکنه این تکنولوژی دست آدم اشتباهی بیفته؟